بسم الله الرحمن الرحیم. احسان هستم از ایران. آقا احسان بزرگوار از ایران، بفرمایید. چند نکته رو خواستم عرض کنم. اول اینکه شبکه شما واقعا عرض میکنم یه دانشگاه سر خودش. باور کنید تعارف نمی‌کنم، شما که من نمیشناسید، من همینطوری دارم واقعیت رو میگم. بعد من یک قضیه میخوام بگم و از این یک نتیجه بگیرم. اینکه قوم بنی اسرائیل بعد از اینکه حضرت موسی میره به کوه طور در گیر میکنه، اونها شروع میکنن به گوساله پرستی. خب این میخواستم بهتون بگم که این دلیل داشته. این دلیل این که رفتن دنبال گوساله پرستی این بوده که تکی با فرهنگ بت پرستی فرعونیان یعنی بزرگ شدن، عجین شده. خب اینها هم که میبینید بهتون زنگ میزنن، اینها در بچگیشون هی با این فرهنگ های ضد قرآنی یعنی تو خونشون رفته. اینا رو شما در قرآن هم اومده که اینها در قرآن اومده که گوشاشون نمیشنوه، چشاشون نمیبینه، اصلا حق رو دریافت نمیکنن. و در آیه 32 سوره مبارکه روم خداوند متعال میفرماید از آنان که دین خود را متفرق و پراکنده ساخته و خرقه شدند و هر گروهی به آنچه دارند از اوهام باطل و عقیده و خیالات فاسد خود دلساد شدند. این هم جز همون گروه ها هستند. و نکته سوم اینه آقای استاد انصاری که متاسفانه یه جور انتقاد هم میشه از شبکه شما گفت. بفرمایید. که نگاه کنید الان از بالاخره یه سری از علمایی هستن که تو شبکه شما هستن، یه مثلا کتابخونه سیار من اسمشون میذارم، استاد مولانا عبدالقدوس دهخان رو، ولی یک سری از گنج ها و افراد عالم دیگه ای هم هستن به نام مثلا آقای استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی. حتما از ایشون استفاده کنید در برنامه‌هاتون. ایشون فوق العاده انسان بزرگوار و بلند مرتبه‌ای هست. من خواهش میکنم از این گنج استفاده. من عذر میخوام از آقا احسان بزرگوار، مجبورم خط رو ببندم چون صداشون قطع شد. در مورد جناب استاد طباطبایی من این واقعیت رو بگم که ایشون یکی از متفکرین و یکی از علمای بزرگوار هستند، یکی از شیعیانی که واقعا در مسیر تصحیح اعتقادات شیعه زحمت کشیدن، به خاطر همین زحمات فراوانی رو متحمل شدن. و من یک واقعیت دیگری رو بگم، شاید این حرف منم برای ایشون ایجاد مشکل بکنه. من ارتباطی با ایشون نداریم، ما منتها کلیپاشون رو دیدیم، برنامه‌هاشون رو دیدیم و در بعضی از شبکه‌ها پخش هم میشه. اما یک واقعیت آقا احسان بزرگوار خدمتتون عرض بکنم، در یکی از شبکه‌ها به مجرد اینکه ذکر ایشون شده بود توسط یکی از علمای اهل سنت در یکی از شبکه‌های توحیدی، ایشون رو بردن اطلاعات، اذیتشون کردن، شکنجهشون کردن، مجبورشون کردن که فیلم ضبط بکنن و در اینترنت پخش بکنن. ما نمیخوایم که برایشون دردسر ایجاد بکنیم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی روزی رو بیاره که ما بتونیم از این بزرگوارانی که در داخل ایران، در زندان بزرگ ایران، در پنجه این آخوندهای ظالم و خونخوار زندگی میکنن نجات پیدا بکنن تا بتونن آزادانه در این شبکه‌ها اظهار رأی و نظر بکنن در کمال آزادی. امیدواریم که این روز انشاءالله دور نباشه و ما بتونیم در زندگی شاهد این روز باشیم که بتونیم از این بزرگواران در شبکه استفاده بکنیم.